مامان بله. چرا هر کار میکنم این درس رو یادم نمیاد؟ درس چه درسیه داری میخونی؟ درس هفته پیشمونه. خب درس هفته پیش تو کی خوندی؟ همون روز. بعد از اون روز دیگه نخوندی؟ سر نه. کلاس که بودی؟ خب به خاطر همینه دیگه، درس تو به موقع مرور نکردی. الان هر چی که از قبل بلد بودی بیشترشو فراموش کردی. حالا باید چیکار کنم که یادم بیاد؟ حالا به من گوش بده تا یاد بگیری که درس تو باید چطوری بخونی تا ماندگاریش توی ذهنت بیشتر باشه. ذهن ما بسیار هوشمنده. برای اینکه یک مطلب رو به حافظه بلند مدت ما منتقل کنه حتما باید اهمیت اون رو تشخیص بده. اما این اهمیت رو چطوری تشخیص میده؟ با مرورها و تکرارهایی که نسبت به اون مطلب مورد نظر ما انجام میدیم. و این مرور قاعده خاصی داره که باید از نمودار ابینگهاوس تبعیت کنه. حالا نمودار ابینگهاوس چیه؟ نمودار ابینگهاوس یا نمودار فراموشی به ما میگه که چه زمانهایی باید مرور اون مطلبی که ما خوندیم اتفاق بیفته تا اون مطلب به حافظه بلند مدت ما منتقل بشه. مرور در روز اول بسیار اهمیت داره، به خصوص در ساعات اولیه بعد از اون مطالعه یا کلاسی که ما در اون حضور داشتیم، چرا که در طول این مدت بیشترین فراموشی برای ما اتفاق میفته. بعد از اون یک روز بعد از اون مطالعه یا کلاسی هست که ما در اون حضور پیدا کردیم. این زمان هم اگر مرور اتفاق بیفته باعث میشه که ماندگاری مطالب در ذهن ما خیلی بیشتر بشه. همونطور که در نموداری که در کنار من هست میبینید درصدهایی که مشخص شده میزان ماندگاری مطالب رو در ذهن ما در فواصل مشخص داره نشون میده و اینکه بعد 21 روز همونطور که میبینید مطالبی که در ذهن ما میمونن اگر این مرور اتفاق نیفته تنها 21% هست. پس ما باید به یاد داشته باشیم که خوندن اطلاعات و اون مطالبی که مورد نیاز ما هست یک بخشی از ماجراه و از اون مهمتر مرور به موقع و در فواصل مشخص این اطلاعات هست که باعث میشه این مطالب در ذهن ما موندگار بشه.